وقتی کانال یوتیوب زدم ترسیدی آره؟ شنیدی لیبرانت با پسرش توی تیم بازی میکنه؟ تو هم همچین برنامه‌ای داری؟ کدوم ویدیو تو بیشتر دوست داری؟ چه حسی داشتی وقتی دنبال کننده هات به 1 میلیارد نفر رسید؟ فکر میکنی شکستت میدن؟ با هم رو راست باش، وقتی من کانال زدم ترسیدی؟ یکم. ولی جدا سورپرایز شدم با خودم، گفتم یه 20 میلیونی تو ماه اول ساب بگیری دیگه. بعد وقتی 60 میلیون گرفتی با خودم گفتم یا خدا، قبل تو رکورد بیشترین ساب تو یه ماه 20 میلیون بوده که اونم دست خودمون بود. بنابراین 60 میلیون ساب واقعا خفنه. خودت چقدر طول کشید تا به 60 میلیون برسی؟ فکر کنم یه 13 سالی. 13 سال؟ آره البته اون موقع اوضاع فرق فکر میکنی شکستت میدن؟ راستش رو بگو. احتمالش هست؟ نه راستش رو بخوای. آخه بستگی داره چه ویدیویی بسازی. اگه مثلا بقیه فوتبالیستا رو هم بیاری یا با هم ریاکتای باحال بگیرید احتمالاً جواب باشه. اگه بیا دستت مطمئنا میتونی کانتنت خفنی بسازی. این رکوردو میذارم واسه خودت بمونه. خیلی دنبال شکستنش نیستم. خب تو به طور کلی 1 میلیارد فالوور داری، من میخوام توی یوتیوب 1 میلیارد ساب داشته باشم. شدنیه؟ یکم طول میکشه ولی خب احتمالاً آره. طول میکشه. الان روی 324 میلیون. کانال یوتیوب منو دیدی؟ آره البته که دیدم. نظرت چی بود؟ خب مسلماً چون تو هنوز یه بازیکن حرفه‌ای هستی سرت شلوغه، ولی خب با این حال کارت خوبه. به نظرم نقطه قوت تو اینه که همه حاضرن تو ویدیوهات بیان. میتونی یه عالمه همکاری خفن کنی مثل همین یکی. به نظرم باید تام بردیو بیاری یا اسپیدو، همه این آدمای معروفو. میدونی چی میگم؟ نکته خوبی بود. تازه حتی میتونی مثلا بعد یه مسابقه فوتبال فوراً یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای بگیری و نظرت رو راجع به مسابقه بگی. درسته معمولیه ولی خب خیلی از مردم واقعا دوست دارن که نظر تو رو بدونن. یا مثلا بچهای پشت صحنه دارن اذیت میکنن. آره مثلا فرض کن رونالدو یه ویدیو بگیره که به 10 تا گل برترش ریاکت کنه. خب خدایی خفن میشه، مخصوصا اون گلی که قیچی برگردون زدی. من خودم اون گل بیشتر از 100 بار دیدم و واقعا دوست داشتم بدونم اون لحظه به چی فکر کردی که اینجوری پریدی تو هوا و شوت کردی توپو تو دروازه. آره خلاصه شک دارم لازم باشه برای یوتیوب کار سخت و عجیب و غریبی بکنی. باید از همین کارهای فوتبالی بکنی دیگه، مردم واسه همین دوست دارن. این آقا پرفالوور ترین آدم دنیاست. خب دستاورد خوبی بود ولی راستشو بخوای خیلی دور از انتظار نبود. من میدونم که مردم منو خیلی دوست دارن و فوتبال هم همینطور. و خب همچنان من اینجامو دارم فوتبال بازی میکنم با عشق و علاقه، بنابراین دور از انتظار نبود. خوشحالم ولی خب غافلگیر نشدم. منم همینطور هر بار که یه رکوردو میشکنی میگم ای باحال. آره. دقیقاً همه میگن بابا الان تو باید تو چیز عروسی باشه، من میگم چرا، خب هنوز کلی راه مونده. دقیقاً همینطوره، منم همینجوری. تو یوتیوب وقتی به مردم یه ویدیو پیشنهاد میشه دیدی که این عکس کوچیکا که میاد رو صفحه، آره بهش میگن تامنیل. من تو یوتیوب به تامنیلا معروفم و میخوام چند تا نکته بهت بگم راجع به این قضیه. خب معمولا رو تامنیلا عکس صورتو میذاره. وقتی داری این عکسو میگیری باید دهنتو بسته نگه داری. من قبلا اینجوری عکس میگرفتم با دهن باز و مردم واقعیتش دوستش نداشتن. آره میگن خیلی کیرینجه. پس یادت نره سعی کن دهنتو بسته نگه داری، همینجوری یه عکس خوب بگیر و بده بچه‌ها تا بذارن رو تامنیل. آره خلاصه یه همچین چیزی فوت کوزه‌گریه. چون میخوای تو این عکس احساسات باشه بنابراین اینجوری میکنی. ولی خب زایه است دیگه چون 20 نفر دارن نگات میکنن. آقا بریم سوال بعدی. شوخی میکنه. به نظرت تو کدوم کشور بیشتر طرفدار دارن؟ آره. خب وقتی که ما میریم آمریکای جنوبی اوضاع واقعا قاراش میشه. پس آمریکای جنوبی. آره مثلا یه بار رفته بودیم کشور شیلی، بعد توی یه هتل بودیم و طرفدارا کل هتل رو دوره کرده بودن و در همه اتاقا رو میزدن. مطمئنم تو هم از این تجربه داشتی. خلاصه مجبور شدیم از اون هتل بریم چون جامون لو رفته بود و تمام لابی هتل شده بود پر از طرفدارای من. اینجور اتفاقا معمولا تو آمریکای جنوبی میفته. توی یه کشور خودمون مردم انگار یه خورده کولترن با این قضیه، ولی وقتی قضیه بین‌المللی میشه انگار کلا میریم توی لول دیگه. بیشتر فکر کنم به خاطر اینه که خب آدمای معروف زیادی به آمریکای جنوبی سر نمیزنن، بنابراین وقتی یه نفر میره خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه. گفتی اهل کجایی؟ کارولینای شمالی، یه شهر کوچیک به اسم گرینفیلد. جای باحالیه. آره راستش خب میدونی که من توی استادیوم زندگی میکنم. یه استادیوم بزرگ دارم که همونجا کار میکنیم و همونجا زندگی میکنم. من فقط یه بدی داره، وقتی مجبوری با پرواز عادی اینور اونور بری اوضاع خراب میشه. آره آره اصلا
نگم من که خیلی وقت سوار پرواز عادی نشدم نمیدونم. آره من حاضرم پول بدم که رونالدو رو تو اون وضعیت ببینم. دوست دارم ببینم وقتی مردم ریخت دستش چیکار میکنه. یه دونه از این عینک‌ها بزنی و از واکنش مردم فیلم بگیری. خیلی خفن میشه. آره ویدیوش خوراک یوتیوبه. آره دقیقاً. فرض کن با این ریبن‌ها که فیلم برداری میکنن بره توی پرواز عادی. تصور کن چه تعداد عکس بخوان اصلا کلا پرواز کنسل. آره فرض کن همینجوری 2 ساعت اونجا وایسادم تا بلیطمو چک کنن و آره قشنگ پرواز کنسل میشه. مسلما رونالدو خیلی از من معروف تره. وقتی من پرواز عادی میگیرم مردم همینطور میرن و میان میشه عکس بگیریم. حالا فرض کن رونالدو بره یه پرواز عادی هواپیما کلا میشه آتلیه عکاسی. آره خلاصه وضعیت خوبی نمیشه. الان 39 سالمه. خب یه چند ماه بیشتر. اوکی دیگه بگو 40 سال. آره باید بگم مردن چیزی نمونده خیلی پیر شدی. خب چه حسی داری؟ آره بنده تا 100 سالگی عمر میکنم. میگم که در جریان باشی. خب راستش تو فوتبال معمولا مردم انقدر نمیمونن. معمولا توی 33 یا 34 سالگی بازنشست میشن. آره درسته. تو مثل لبران جیمزی تو فوتبال. حالا میخوام ازت بپرسم به نظرت کی قراره بازنشست بشی از یوتیوب؟ احتمالاً هیچ وقت. جالبه. آره احتمالاً تا 90 سالگی من این کارو ادامه بدم. منم مثل تو دوست دارم بیشتر از 100 سال عمر کنم. کسی چه میدونه شاید پیشرفت تکنولوژی بتونه این کارو ممکن کنه واسم. پس تو ابد مستر بیست رو داری. دقیقاً اگه این کارو نکنم چی کار کنم؟ بشینم پای تلویزیون؟ نه با خودم گفتم شاید به چیز دیگه هم علاقه داشته باشی. من عاشق ساخت کسب و کارم و این کانالی هم که دارم درست مثل یه کمپانی بزرگ میمونه. آره خیلی خوبه که تکلیفت با خودت مشخصه. الان یه مگس نیم ساعته که داره به رونالدو تعرض میکنه. بابا یکی به دادش برسه خیلی اوضاعش خرابه. من خودم دیدم که رفت تو تخم چشش نشست. گناه داره بابا. تو این ویدیو من خودم رو 7 روز دفن کردم. آره واقعا این کارو کردی؟ آره این تابوت همه. بعدش هم یه چند صد کیلویی خاک ریختن روم و بعدش هم من یه هفته تو همون وضعیت موندم. الان تو این صحنه من زیر خاکم. رونالدو تازه داره میفهمه یوتیوبر بودن یعنی چی. و واقعی هم بود ما کل ویدیو رو تایم لپس گرفتیم. چه حالی داشتی؟ افتضاح بود. یه هفته نمیتونستم تکون بخورم. یه پشم تو تابوت من گیر افتاده بود. تو یه هفته از جا تکون نخوردی؟ آره کل یه هفته رو دراز کشیده بودم. بعد از یه هفته وضعیتم اینجوری بود. اینجا اومدن بیارنم بیرون. یعنی تمام مدت دراز کشیده بودم. آره اینجاش جایی بود که اینجا دکتر اومد بالای سرم که مطمئن شه یه وقت خونم لخته نشده باشه و دچار سکته قلبی نشم. از درون به همت ریخت داره؟ سخت بود؟ معلومه وضعیت افتضاحی بود. تابوته از جنس چوب بود و منم کمرم درد گرفته بود. خیلی وضع عجیبی بود. کمر دردم داشت. تازه 7 روزو هم تو سلول انفرادی گذروندم بدون پنجره، بدون ارتباط، بدون اینکه حتی بدونم ساعت چنده. واقعا بدون هیچ چیز. داداش احیانا دیوونه ای چیزی نیستی. آره خدایی سخت بود. تایلر دیگه چی کار کردیم؟ 7 روز تو جزیره متروکه بود. خدایی بد بود. 7 روز زیر زمین. 7 روز رو دریا بودیم. 7 روز هم تو سلول انفرادی. آره 7 روز تو شهر متروکه، شهر زیرزمینی. کلا انگار طرفدارام دوست دارن ببینن من عذاب میکشم. من عذاب میکشم و اونا خوششون میاد. واه. آره شهر عجیبیه. آره این چند تا از کارهایی بود که کردم. سخت‌ترین کاری که کردید چی بود؟ همین آخری؟ نه تایلر سخت‌ترینش کدوم بود؟ احتمالاً انفرادی. آره انفرادی. برای اون ویدیو خیلی اذیت انفرادی کدومش بیا بود؟ بهت نشون میدم. 7 روز باش که ارتباط نداشت. نمیدونه ساعت چنده، نه هیچ چیز دیگه. بدون گوشی و اینا؟ آره حتی هیچ. وای فای هم نداشت. ولی کجا آخه؟ تو یه اتاق سفید بی پنجره. الان بهت نشون میدم. وضع عجیبی بود. کی ویدیو رو آپلود کردیم؟ 2022 بود. چند وقته داری ویدیو میسازی کل این قضیه کانال و این داستانا؟ ببین من از 11 سالگی شروع کردم. الان تقریبا یه 15 سالی میشه که دارم ویدیو میسازم. اینم ویدیوی انفرادی بود که بهت گفتم. اینجا. شاید با خودتون بپرسید که چند تا مربع روی این دیوار است. خب باید بگم که جواب درست 1900 تاست. ولی خب اگه بخواین سقف و کف هم حساب کنید میشه 2853 تا. از صدای قارقور معده‌ام میفهمم که وقت غذا خوردنه. آره خلاصه فقط من بودم تو این اتاق سفید و اصلا نمیدونستم چه ساعتی از روزه. ای وای. تازه اتاق عایق صدام بود. و این یکی از همه سخت‌تر بود. آره این خدایی سخت بود. چراغا هیچ وقت خاموش نمی‌شدن و تو نه خورشید رو می‌دیدی نه میتونستی بفهمی ساعت چنده. ببین اصلا دیدنش با تجربه کردنش زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
اینجا تقریبا 90 ساعت گذشته بود. تازه این فقط نصفش میشد، واسه همین میگم خدایی سخت بود. ولی خب مثلا تعداد بازدیدای ویدیو رو ببین. چقدر بازدید گرفت؟ 189 میلیون. مردم عاشقش بودن، مثل اینکه کلا دوست دارن عذاب کشیدن منو نگاه کنن. کلا روزشون ساخته میشه. آره ولی خب یه جورایی باحالم هست دیگه. کدوم یکی از ویدیوهات بیشترین بازدید رو گرفته؟ بیشترین بازدید که مال اسکوید گیم. آره هنوز اسکوید گیمه؟ آره هنوز همونه. آره ما اسکوید گیم رو بازسازی کردیم و 600 میلیون بازدید گرفت. این سریال تو یکی هم 100 نفر رو گذاشتیم تو دایره و گفتیم هر کی آخر بیاد بیرون 500,000 تا میبره. اینم تقریبا 500 میلیون گرفت. تقریبا 4% آدمای کره زمین این ویدیو رو دیدن. آره بذار برم یه خورده جلوتر. مردم این ویدیو رو خیلی دوست داشتن. آره اینجوری. تو هم توش بودی؟ آره منم بودم. آره تو این ویدیو بهشون گفتم که مهم نیست چقدر طول بکشه، هر کسی که آخر بیاد بیرون من پولو به اون میدم. یه 2 هفته‌ای هم طول کشید. واقعا فکر نمی‌کردم مردم حاضر بشن اینقدر تو دایره بمونن. جالب بود خلاصه. آره دیگه سعی می‌کنیم کارهای باحال اینجوری کنیم. کدوم ویدیو تو دوست داری؟ به نظرت خفن ترین کارت کدومه؟ خب راستش من همه ویدیوامو دوست دارم. اون که همه بودن. این یکی ویدیومون قشنگ زد اینترنت رو ترکوند. رکورد بیشترین بازدید یوتیوب توی 24 ساعت دست این ویدیوه. تو تاریخ یوتیوب هیچ ویدیویی به این سرعت بازدید نگرفته. ما اینجا همه یوتیوبرای معروف رو آوردیم و گذاشتیمشون توی این مکعب. بذار یکم برم جلو. این آره خلاصه اینجوری بود که یه مکعب ساختیم و گفتیم هر کسی آخرین نفر بیاد بیرون به سابسکرایبراش $1 میلیون میده. یه جورایی مثل این میمونه که تو مثلا 50 تا فوتبالیست بزرگو بیاری بذاریشون توی یه اتاق و ازشون بخوای کارهای مختلف بکنن. آره خلاصه این ویدیو اینترنت رو زد ترکوند. تو 24 ساعت 70 میلیون بازدید گرفت. مردم عاشقش شده. خوبه. اهل ورزش هم هستی؟ عاشق بسکتبالم. جدی بسکتبال؟ آره دنبال می‌کنی؟ خیلی نه واقعیتش. آره عاشق دیدن گلایی هم که استفکری از وسط زمین میزنه. آره و خیلی جالبه که لبران داره با پسرش توی تیم بازی میکنه. تو هم همچین برنامه‌ای رو تو فوتبال داری؟ شاید. ببینم چی میشه. پسرم الان 14 سالشه. آره اگه تا 17 سالگی بتونه بازی کنه و تو هم همچنان بازی کنی ببینیم چی میشه دیگه. اگه پاهم همچنان به قدرت امروزش بود شاید. راستی پسرش احتمالاً این ویدیو رو ببینه و احتمالاً طرفدارمون بشه. خیلی بیشتر از من میدونه. جدی؟ راجع به این دنیای مجازی و اینجور چیزا حسابی کار کشته است. راستی شنیدم که این برند آبو زدی. آره. چی شد همچین تصمیمی گرفتی؟ خب راستش میخواستم یه محصول خوب تولید کنم. درسته. نوشیدن آب با کیفیت واسه خودم مهمترین چیزه. خیلی مهم نبود محصول آب باشه یا هر چیز دیگه. درسته. اگه محصول با کیفیتی باشه دوست دارم منم شریک باشم. منطقی. آره یه همچین چیزی. تو با شهرت چطور کنار میای؟ من چطور با شهرت کنار میام؟ آره خب بالاخره بیشتر وقت من به کار کردن تو استودیو میگذره، بنابراین خیلی جوری نیست. گفتی اولین بار میای عربستان سعودی؟ ازت دعوت میکنم که بیای به هر کدوم از بازیامون که دلت خواست به همراه تیمت، مخصوصا الان که فصل ریاضه که یه رویداد ورزشی خیلی بزرگ و مهمه توی عربستان سعودی. بزرگترین بازیت کدومه؟ کی قراره بزرگترین رقیبت باشه؟ احتمالاً الهلال. الهلال؟ بچه‌ها میشه بگید بازی الهلال کیه؟ ماه بعد یه بازی باشون داریم، بعدش هم که بازی برگشته. اگه دوست داری بیای قدمت روی چشم. حتما. خوش میگذره. حسابی هم خوش میگذره. عربستان کشور دوست داشتنیه. ولی اگه اومدم باید بازیو ببری. نگران نباش، بازی برده حساب کن. پس هر وقت که دوست داشتی بیا، قدمت تو چشم. خودم ازت پذیرایی میکنم. دمت گرم بابا.